اوباما میایه مینشینه قرارداد امضا میکنه، مسلمان ها طرف از او میخندن، او به طرف از این میخنده. این در حقیقت این عزت نیه، این شوکت نیه، این شان نیه، این افتخار نیه، این ذلته، این خاریه که گرگ بیاید دست آشنایی بده. این ذلته. سفیر روم میآیه به مدینه منوره میگه کجای امیرالمؤمنین که امپراتور روم روان کرده که ما ببینم جایگاه از او، منزلت از او، شان از او، شوکت از او، آرگاه و بارگاه از او. یک نفر در مدینه منوره میگه امیرالمؤمنین بیرون شدن از شهر زیر یک درخته. وقتی که میآیه این طرف سراغ و این طرف باز یک کسی دهقانه ای کار میکنه، پرسان میکنه که امیرالمؤمنین کجا هستند؟ حضرت عمر رضی الله تعالی نشان میده میگه زیر از او درخت خوابه، زیر از او درخت خوابه، یک و تنها، کو سپا، کو لشکر، کو آرگاه، کو بارگاه، کو بریگاردا، کو فلان فلان. تکبیر! سفیر روم میآیه بلندسر حضرت عمر که حضرت عمر به روی خاکا سر گذاشته اند، استاده میشه جا در جا بدون ایت غیر ارادی میگه عدلت فنمت، میگه ای عمر جان عدالت کردی بخواب. تو زیر این صاحب درخت روی خاک ها امپراتور روم با همه ناز و نعمت و لشکر عظیم و بزرگ نصف شب از جا آزاد میشه. میگه عمر میآیه به سراغ ما. تکبیر! امپراتور روم خواب نمیبره. حالا این عزت، این تعالی، این ترقی، این روب و وحشتی که از طرف حضرت عمر خداوند در قلب امپراتور روم انداخته بود چی بود؟ چون عمر جان چنگ واقعی به این قرآن زده بود. او عزت بود، او تعالی بود، او ترقی بود، این پیشرفت بود، او عزت مسلمان ها بود. به اینه که این حدیث میگه ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما، خداوند به وسیله همین قرآن اقوام بلند میبره، سرفراز میکنه، سربلند میکنه، و یدع به آخرین اقوام رمزلی خار میکنه.